خدایا باز میگویند که استانبول 20 میلیون اهالی دارد. هر لحظه با کوچه برایم با تو میخورم. تو در اینجا چیکار داری؟ تو با این بچه در اینجا چیکار میکنی؟ باز با من دروغ میگویی، مرا فریب میکنی ها؟ مرد من چی گفتن میخواهی؟ میبخشی آوازت رو کمی. تو دخالت نکن. از تو پرسم که با دوست داشتم چقدر صحبت کنم. این خیل باشد همچون جوان مرد گپ زن. تو دمت را گیر. التماس میکنم جنجال نکنی. این دختر از تو خاطر شده و مرا اینجا جیغ زد. ابلهی کردنت شرط نیست. همین خیل از نام من چی زوری کردی ها؟ از نام من چی التجا کردی؟ مرد نفهمیده گوش نکرده جنجال نکن. اگر کشاده روشن بگویم هر دویتون با یک دیگر زبان دهید. مرد ای خدا با ما صبر کن. مرد چی میخوایی؟ نه با زنگهایم جواب میدهی، نه با پیامک‌ها. در کجایی، با چی کار مشغولی؟ آیا من دوست داشتت هستم یا نه نمیدونم. تو باشی همچون راهی حل با این بچه بخوردی ها؟ این بچه با مناسبت من تو چی دخل دارد؟ همه چیزی که در حیاتت هست با قادر علاقه دارد. باری آخر کی اویدی موضوع دیگه صحبت کرده بودیم. گوش کن، بعد از بیمارخانه بر اومدن تماما شخص دیگه شدی. بگو من چی کار کنم؟ دستانم بستند. از من دور شدنت رو تماشا کرده ایستم. گوش کن، من این رو نمیخواهم. تو رو دوست میدارم. حق هستی. تا زمانی که من و تو عاشقیم این بلاها هیچ تمام نمیشوند. تو چی میگویی مرد؟ جدا شویم میگویم ایجه، جدا شویم. من کمی تنها باشم، تو کمی تنها باش، همین خیلی همش خوب میشود. مرد من این رو نمیخواهم. ولی من این رو میخواهم ایجه. این کارو نکن التماس. مرد مادر نگاه کنید، گیتار، پیانین، اسکریپکا. پس در اومده تماشا کن، من انتظار میشوم. شما هم بیایید؟ نه، من در اینجا در هوای تازه میستم. تو رفت. مایلش 5 دقیقه پس میایم. مایلش رفت. لابای باید صحبت کنیم. من با شما یگان گپی گفتنی ندارم. شما باشید همه گپایتان رو دیروز گفتید. مرا مجبور نکن که به خانه‌ات آمده در نزد فرزندانت گپ زنم. بعد 1 ساعت در همینجا شم. زنگ زده سراغه را میفهمانند. جناب کمال از این آگاه شوند بعد چه می شود خانم؟ این وضعیتی ناگوار است. تو تنها ادوکت جناب کمال نیستی، ادوکت اویله ایپکچی ها می باشی. من باشم مجیده ایپکچی هستم، پس وضعیت تماما ناگوار نیست. شرطنامه آماده است؟ بله خانم. فهمم. کاتبت زنگ زده سراغه را فهماند. خوب شده است. حسرت. ای مادر جان بسیار انتظار شده نه؟ نه دخترم، برای درس یک اسباب لازم بود، آن رو پیدا کردم. حالا از انبار میارن. بسیار خوب. خیر من میروم، کمی مانده شدم. انتظار شوید یک جای میرویم. اگر خواهی دیگر مغازه ها رو هم تماشا کن، لیکن با دقت باش. مایلش از گپی آن زن رنجیدید؟ نه دختر جان، من حتی فراموش کردم. خیر تو بازدید، احتیاط باش. مایلش. مرحمت بفرمایید، یافتم. تشکری زیاد. تشکر.
خوب هستی؟ نه. غمگین نشو، به نزدیکی میفهمد که ابلهی کرد. تو او رو نمیدانی. او رو نمیدونم ولی خود میفهمم. زود درخشیده زود خاموش میشود. تو مجبور میکنی که بگویم. خون یک است، گین ها یک. انا همین خیل خند. ما رو تنها گذار. بشین. راست نیست. لازم نیست. چه گفتنی داشته باشید زود گویید. من کار دارم. بطول تیاره میبینی. با صد مکر و حیله کمال رو فریب کردی. لحظه ای که دیر باز انتظار بودی فرا رسید. در آخر به نسب ایپکچی صاحب میشوی. شما چی میخواهید؟ میخواهم گفته هایت رو اثبات کنی. نفهمیدم. با کمال برای خاطری پولش اویلدار نمیشوی ها؟ به ثروتش چشم علا نکرده ای آخر. امضا کن تا من باور کنم. کمال از این کاری شما خبر ندارد؟ بین من و تو. یا این رو امضا کرده اثبات میکنی که از بایگری امیدوار نیستی، یا روی اصلیت رو نشان میدهی. شاید یگان کس هست دستانم را شاید من در اینجا چکار میکنم؟ کیست در اینجا؟ چرا چنین رفتار میکنید؟ برای چی خود را به این احوال میگذارید؟ آیا نمیبینید که چشمانم بغیر از فرزندانم چیز دیگر را نمیبینند؟ کمال فرزندی من است و وظیفه من محافظت کردن اوست. این اویله دارشوی خواهش کمال است. او را از خودش محافظت میکنید. اگر تو ببینی که فرزندت خطا میکند مانع نمیشوی. من هم همین کارو میکنم. نمیخواهم حیات فرزندم سوزد. از عشق اینقدر نترسید خانم مجیده. از آن ضرر نمیرسد. امضا نمیگذاری یعنی؟